نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ساعت 11 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا ساعت 15 دوام کند. در این نشست رهبران کشورهای مهم منطقه و مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین حضور دارند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آغاز نشست همچون میزبان برآمد کرد. موضوع اساسی سخنرانیش درباره افغانستان بود. او بار دیگر از طالبان تنقید کرد و آنها را به سلطه‌گرایی متهم نمود. امام علی رحمان گفت که وضعیت در پنجشیر بد است و این منطقه در محاصره کامل طالبان می باشد. امام علی رحمان از صلیب سرخ و همچنین از سازمان ملل متحد دعوت کرد که به دره پنجشیر و همچنین به مردم افغانستان کمک رسانند. در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان خواستار تشکیل یک مرکز کمک رسانی به افغانستان در شهر الماتا شد. رئیس جمهوری قزاقستان وضعیت افغانستان را در برابر خطر جدی دانست و گفت که آنها باید به این وضعیت تغییریابنده آماده باشند. نریندرا مودی نخست وزیر هند نیز در برآمدش از وضعیت افغانستان نگرانی کرد و گفت که ما در منطقه شاهد محو فرهنگ و ارزش ها هستیم. سی جین پین رئیس جمهوری چین و از کشورهای تاثیرگذار در افغانستان گفته می شود در جلسه رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای هرچند از هیچ کشوری نام نبرد اما از تحریم‌های جاری شده برای داد و گرفت اقتصادی و جهانی امروز انتقاد کرد. او گفت همگونه مانع برای بازرگانی، تجارت و فناوری‌ها باید برداشته شوند و این فرصت‌ها برای همه فراهم شوند. تمرکز سی جین پین هم در برآمدش بیشتر به مسئله افغانستان بود و او گفت جامعه جهانی در چالش‌های پیش آمده در افغانستان باید هماهنگ کار کنند. او گفت باید افغانستان را تشویق کنیم که دولتی فراگیر ایجاد شود و دولتی که در همه مسائل از جمله سیاست داخلی و خارجی میانه‌رو باشد. طالبان روز 15 اوگوست کابل را اشغال کردند و حالا بجز از دره پنجشیر دیگر منطقه‌های افغانستان در زیر نظارت این گروه می باشد. از سخنرانی رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه دیده می شد که بیشتر آنها خواهان گفتگو و یا علاقه با طالبان هستند. از جمله رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیف در این نشست بار دیگر به ضرورت گفتگو با رهبران نوی قدرت در افغانستان شد. او گفت تاشکند آماده است که یک نشست را با شرکت رهبران سازمان همکاری شانگهای و افغانستان در تاشکند میزبانی کند. و همچنین صادر جاپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان هم از ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت کرد. و نکته مهم در این نشست این است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای تغییر قدرت در افغانستان را به نوع مثبت نامید. او گفت که حالا طالبان تمام خاک افغانستان را در اختیار دارند، هرچند جبهه مقاومت ملی میگوید که قسمتی از پنجشیر در نظارت آنها می باشد. در نظر است که بگاه امروز 17 سپتامبر رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای در اعلامیه درباره توافقات خود خبر دهند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.